نخوای واسه چای نخود نیارم، گرد نخود نیارم بریزم تو چای نخوری، آفتابه رو پر کنم. نخوای تو اون وقتی روی سگت بالا نبایی اومده من گورمو گم بکنم. من آنطوری میکنم اینجا کلپاسم. تا وقتی زیر دست ساکت است قدرت بی رقابت است، اما سرباز با رفتارش این نظم را به مسخره کشاند. خشم مافوق در واقع خشم از امکان مقاومت فرودست است، چون اگر یک سرباز بتواند نظم را بشکند پس بقیه هم میتوانند. پس مافوق نه فقط با فرد بلکه با پیام نظم شکنی می‌جنگد و این باعث افراط در واکنش می‌شود. کندن سیبیل در منطق طنز ایرانی یعنی بی‌آبرو کردن نمادین. اگر مافوق سیبیل سرباز را بکند دارد میگوید تو لیاقت این نشانه مردانگی را نداری. پس اینجا خشونت جسمی نیست، یک تنبیه نمادین است برای کسی که جسارت کرده بود هویت نشانه‌ای قدرت را به تمسخر بگیرد. خلاصه خشم مافوق از آنجا نیست که سرباز کار بدی کرده، بلکه از اینجاست که سرباز نشان داد اقتدار مافوق فقط یک پوسته قابل مسخره شدن است و وقتی پوسته بشکند تنها سلاح باقی مانده برای مافوق نمایش خشونت افراطی یعنی کندن سیبیل است که در واقع بیشتر به اعتراف به درماندگی شباهت دارد تا به قدرت. لطفاً نظر خود را کامنت کنید.